دوستان امروز رفتیم پای دستگاه دیدیم ترمز موتورش خرابه. ترمز موتور از چی تشکیل شده؟ از یه سیم پیچ تشکیل شده که برق دیسی باید بهش بده. چرا باید برق دیسی به موتور به ترمز موتور بدیم؟ پس با ما بیاین تا این موتور رو بررسی کنیم و کپشن رو بخونید تا متوجه بشید. موتوری که آقا بریکش کار نمیکنه. اومدیم از روی نقشه پیداش کردیم. دیدیم که یه پلیود هم رو بریکش داره. این همون پلیودی است که روی بریک است. خب اومدیم که از روی نقشه پیداش کردیم. این کیو2 یا همون کلید حرارتی میاد صفات رو میفرسته داخل این کنتاکتور و این کنتاکتور وقتی که میچسبه یه تیغه NO داره. این تیغه NO فرمانو میده داخل این کنتاکتور. خب وقتی که این کنتاکتور میچسبه میاد چیکار کنه؟ بریک و برق میفرسته داخلش ترمزو و آزاد میکنه ترمزو. خب ما اومدیم که اوم گرفتیم از ترمز از ترمینالایی که داخل اینجا هست. شماره بله این دو تا سیم ما اوم گرفتیم و دیدیم که مدار بریکمون باز هست، یعنی هیچ اوهمی نداشت. پس فهمیدیم که آقا ترمزمون سوخته. سیم پیچ ترمز در آوردیم. البته نیاز نبود که لنتاشو در بیاریم و دادیم سیم پیچی کرد و وقتی که وصلش کردیم ببینید آمپر چقدر خوب میکشه. الان نزدیک 6 آمپر بیشتر نمیکشه.